با تشبث حکومت جمهوری تاجیکستان در دایره همکاری‌های متقابلا سودمندی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه با برادرشهرها و سفارت جمهوری هندوستان در جمهوری تاجیکستان جهت پیشگیری از پنه‌شوی و معالجه بیماری‌های سیرایتی از جمله کرونا ویروس کووید 19 از جمهوری هندوستان به شهر دوشنبه همچون کمک لوازمات طبی دسترس کرده شد. گزارش خبرنگاران ما. با جانبداری از تشبث و تدبیرهای مهم و سریع‌وقته رئیس شهر دوشنبه، سفارت جمهوری هندوستان در جمهوری تاجیکستان به مردم دوست و حکومت تاجیکستان 4 از 6 تن داروها را برای مبارزه با پاندمی کووید 19 انتقال داد. در جریان انتقال مواد دارویی به تاجیکستان، نمایندگان وزارت‌های کارهای خارجی، تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی و خدمات دولتی نظارت در ساحه تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان اشتراک کردند. کمک بشردوستانه با اقدام به‌واسطه رئیس شهر دوشنبه دسترس شده از آنتیبیوتیک‌ها، داروهای پیشگیری از آریزه‌های گوناگون بعد استفاده آنتیبیوتیک‌ها و معلول‌های داخل واردی از جمله تابلت‌های تلوم، اموکسیسیلین، اتسسول، گلوکوزا، دیسول، رینتگر، ناتری خلورید و غیره عبارت بوده به تمام مؤسسه‌های تندرستی رایگان دسترس کرده می‌شود. از هندوستان یک کمک بشردوستانه وارد شد که آن بیشتر برای محلول‌ها، برای بیمارانی که در شعبه‌های احیا بستری هستند برای آنها دسترس می‌گردد و برای شفایابی آنها امکانیت به نهایت بزرگ فراهم آورده می‌شود و این باعث پیشگیری فقط بیمارانی که در شعبه‌های احیا بستری هستند می‌شود. من از فرصت مناسب استفاده برده از نام کل کارمندان ساحه تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان و مردم به ما برادر و دوست هندوستان منتداری بیان میکنم و فکر میکنم که آن اقدام هایی که امروز در این جاده بسیار دولت ها کرده ایستادند، از آن جمله جمهوری تاجیکستان نیست و دیگر دولت ها کمک رسانیده ایستاده است، باعث دستگیری و باعث فرخمندی است. باید تاکید کرد که از روزهای نخستین به قید گرفته شدن بیماری سیرایتی کرونا ویروس کووید 19 در جمهوری تاجیکستان، رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه برای پیشگیری از پنه‌شوی این بیماری سیرایتی در پایتخت مملکت تدبیرهای ضروری اندیشیده. به مقدار ضروری تمام مؤسسه‌های تندرستی شهر دوشنبه را با مواد دارویی و لوازمات و تجهیزات طبی تامین نموده است. تمام تجهیزات و لوازمات طبی دسترس شده که برای پیشگیری از پنه‌شوی بیماری‌های سیرایتی از جمله کرونا ویروس کووید 19 تعیین دارند و مؤسسه‌های تندرستی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان و ساختارهای آن در شهر دوشنبه سپرده شد. از طرف دولت هندوستان برای دولت و مردم شریف تاجیکستان یک کمی هیومانیتریان اید در طبی مدیسینسکی از طرف هندوستان آمادگی هست. این تقریبا 4600 کیلوگرم مواد هست و من باوری داریم که این بسیار کمک می‌رساند به مردم شریف تاجیکستان برای مبارزه کردن به این خطر کرونا ویروس. من می‌خواهیم که هر چیز که به تاجیکستان درکار است کمک می‌رسانیم. مورد به ذکر است که 46 نفر شهروندان تاجیکستان که طبق برنامه آیتک در هندوستان تحصیل می‌کردند و با سبب پاندمی کووید 19 نتوانستند برگردند، با خطسیر مخصوص به وطن برگشتند. در بازگشت خطسیر ایر ایندیا 286 نفر شهروند هندوستان را از دوشنبه به جایپور بازپس برد.